بزرگترین فاجعه طبیعی در تاریخ ترکیه پس از 2 زلزله مهیب 100 سال گذشته با زمین لرزه هایی به قدرت نزدیک به 8 ریشتر با 8 ساعت فاصله در یک روز رقم خورد که بخشای وسیعی از 10 استان جنوبی ترکیه را به ویرانه تبدیل کرد. از بامداد دیروز تا کنون هزاران جسم بیجان و یا مجروح از زیر آوارها مقابل چشمان آشناها و بستگانشان بیرون کشیده شده است. برادرم معلم بود. به همراه خانواده اینجا مدفون شده‌اند. تلاش می‌کنیم از زیر آوار بیرونشان بکشیم. میگویند هنوز 200 نفر زیر آوارهای این ساختمان مانده‌اند. 4 نفر از بستگانمان با 2 کودک در طبقه سوم این ساختمان زندگی می‌کردند. اینجا گرفتار شدند. هنوز از سرنوشتشان خبری نداریم. آنهایی هم که جسم سالم به در بردند ساعتها را با ترس و اضطراب لحظه هولناک زلزله سپری کردند. من لحظه زلزله را به همراه خانواده‌ام با ترس و لرز حس کردم. خدا رو شکر جان سالم به در بردیم. خدا به داد گرفتاران زیر آوار برسه. دولت ترکیه که به دستور رئیس جمهور این کشور در آماده باش سطح 4 بحران به سر میبرد با تعطیلی تمامی فعالیت‌های سازمانی به مدیریت بحران در مناطق زلزله زده متمرکز شده و به مدت 1 هفته در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. همه مدارس هم تا 1 هفته تعطیل شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر امداد رسانی سریع به زلزله زدگان با حد اکثر توان داخلی و ظرفیت‌های بین‌المللی از گسترش ابعاد فاجعه بار این حادثه ابراز نگرانی کرد. Ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. ما نمیتوانیم تخمین بزنیم که تعداد جانباختگان و آسیب دیدگان این زلزله به چند نفر خواهد رسید. زلزله زدگان 10 استان جنوبی ترکیه با گذراندن ساعاتی پر از اضطراب و ترس پس لرزه های 2 ابرزلزله کم سابقه در تاریخ کشورشان را تجربه کردند. کارشناسان زمین شناسی پس لرزه های قوی را برای ساعات آینده در این مناطق پیش بینی کردند و تقریبا میشه گفت که تمامی منازل شهرهای زلزله زده همکنون خالی از سکنه شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.